Ассалому алейкум, دوستانی عزیز. با شما هستم خاصیت شارونسکی مستر شرکت اتمی. دوستانی عزیز ما اومد اومدم یا دختر یا تا صابون خریدای یا دختر یا تا توش خریدای و همینجا در خاطرم زد که آدمو میگن که ما بیزاری خریدی هر ماه شدیم. واقعا راست میگم. وقتی که در روی استول اگر ما برام بگم خریدی این ماه ما 35 تا صابون، 44 تا توش، 58 تا ریکسونا، شما انیق میگه این ابله 58 ریکسونا را چیکار میکرده باشه؟ خیلی خوب یک ماه ما پدرکم میکنم 58 خشونده ماه دیگه با ما خریدی مجبوری دارم با 58 ریکسونا مگر ما سرمکه گیرم در پدر این بارو را بفروشم. برای همین مردم به شرکت اتمی برای چی میرن؟ مقصد اساسی همینه که یک تمویل برای خودش بخره، برای خیشش نه، برای توارش نه. شرکت اتمی برای پول کار کردن میبینن، نه اینکه 10,000 سوم خرید کنم بعد شرکت با ما 10,000 سوم چیه با ما برای این 1000 سوم با ایسر برقرار کردن در به در کوچه به کوچه باید برو ما بفروشیم. شرکت اتمی ده شما باید پول کار کنه و این همه خلای در این شرکت شما را از خود زیادی نمیکنه، هر ماه خرید نمیکنه. اینا من شخصا آخرام خرید ما در روی اکران میمونم ماهی نوامبر 15 روبل یک نیم سوم پاکت خریدگیم. همون برای галочка که در 6 ماه یک بار خرید میکنی. برای چه شرکتی ما را انتخاب میکنن؟ برای رصد کم و دخل بهترین، برای همکاری رقم های مدرنیسه اویدی کار میفهمونیم.